آیین نکوداشت حمید متبسم. هفتمین سالنوای موسیقی ایران. حمید متبسم، نوازنده، آهنگساز و مدرس موسیقی. حمید متبسم 24 مرداد سال 1337 در مشهد متولد شد. پدرش علی متبسم تار می‌نواخت و برادرش نیز نوازنده ویولون بود. او نخستین آموزش‌های موسیقی و نوازندگی تار را از پدر فرا گرفت. پس از آن به هنرستان موسیقی تهران راه یافت. حمید متبسم در نواختن ساز تار از آموزش‌های حبیب الله صالحی، زیدالله طلوعی، هوشنگ ظریف، حسین علیزاده و محمد رضا لطفی بهره برد و موسیقی نظری را نیز از پرویز منصوری و مصطفی کمال پورتراب آموخت. او همچنین ادبیات موسیقی را از دکتر هدایت الله نیرسینا و دکتر نشاط فرا گرفت. حمید متبسم از سال 1356 در مرکز موسیقی کارگاه رادیو تلویزیون مشهد و پس از آن در کانون چاووش و کانون چنگ به تدریس موسیقی پرداخت و همزمان به عضویت گروه عارف به سرپرستی پرویز مشکاتیان درآمد. او در سال 1360 به آلمان مهاجرت کرد و در سال 1368 گروه چکاوک را تشکیل داد و 2 سال بعد در سال 1370 گروه دستان را در آلمان تأسیس نمود. وی همچنین در سال 1374 انجمن تار و ستار را در آلمان تأسیس کرد و از همان زمان سمینار سالانه موسیقی را برگزار کرد. حمید متبسم در سال 1384 نیز گروه مزراب را در هلند تشکیل داد و پس از آن در سال 1387 ارکستر بین المللی پردیس را در این کشور تأسیس کرد و رهبری آن را به دست گرفت. حمید متبسم در اجرای بیش از 1500 کنسرت به عنوان سولیست و به همراه گروه‌های متعدد و در مراکز و جشنواره‌های مختلف در ایران و سایر کشورها حضور داشته است. از جمله آثار آهنگسازی حمید متبسم به این آلبوم‌های موسیقی می‌توان اشاره کرد: بامداد 1369 گروه عارف، بیژن کامکار. بوی نوروز 1371 گروه دستان، ایرج بسطامی. نوای دریا 1373 تکنوازی ستار. ساز نو آواز نو 1376 گروه دستان، شهرام ناظری. سه‌نوازی 1378 حمید متبسم، حسین بهروزینیا، پژمان حدادی. حنایی 1379 گروه دستان، سیما بینا. ضرب تار 1380 حمید متبسم، بهنام سامانی. شوریده 1381 گروه دستان، پریسا. گل بهشت 1383 گروه دستان، پریسا. ماه عروس 1384 گروه دستان، صدیق تعریف. لولیان 1384 گروه دستان، شهرام ناظری. قیژک کولی 1387 گروه دستان، همایون شجریان. به نام گل سرخ 1388 گروه دستان، سالار عقیلی.
پنجره‌ای به سوی آفتاب 1390 حمید متبسم، امامیار حسنوف، پژمان حدادی. سیمرغ 1390 ارکستر سیمرغ همایون شجریان. زمزمه ها 1393 سالار عقیلی و گروه مزراب. زمستان 1393 فریبا داوودی و گروه مزراب. یک دریچه 1393 مهدیه محمدخانی و گروه دستان. تو کیستی 1394 سالار عقیلی و گروه مزراب. تار و پود 1395 مهدیه محمدخانی و گروه تار و پود. تار و پود 1396 وحید تاج و گروه تار و پود. سپیدار 1396 تکنوازی ستار. گفتگو 1398 ستار حمید متبسم، تنبک کاوه محمودیان. دونوازی دمساز 1399 ستارنوازی حمید متبسم و سمیرا گلباز. خوابهای رنگی من 1401 ارکستر سازهای ملی محمد بهرانی، مهناز خطیبی و فاطمه معتمد آریا. ردیف افشاری 1401 پژمان حدادی، وحید تاج. روزنه‌ای به رنگ 5 تصنیف روی اشعار سهراب سپهری با خوانندگی ناصر داورزنی 1403. از دیگر آثار حمید متبسم میتوان به این موارد اشاره کرد. نوت: 12 نغمه برای تار و ستار. پارتیتور آلبوم زمزمه ها. پارتیتور قطعه ونوشه، فانتزی برای ستار و ارکستر. پارتیتور قطعه رقص ناز، فانتزی برای تار و ارکستر. ردیف افشاری. کتاب: نظام سرکلیدها، پژوهشی برای تثبیت سرکلیدها در موسیقی ایران، نوشته حمید متبسم و مهرداد مؤمنی. در دست انتشار آب و آتش، تصنیف روی شعر اخوان ثالث. صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شط شب رها کن. مستان نیم شب را رندان تشنه لب را، مستان نیم شب را رندان تشنه لب را، بار دگر به فریاد، به فریاد، به فریاد در کوچه ها صدا کن. خواب دریچه ها را با نعره سنگ بشکن، خواب دریچه ها را با نعره سنگ بشکن، بار دگر به شادی دروازه های شب را رو بر سپیده وا کن. بانگ
زین بر نسیم بگذار تا بگذری از این بر و از آن دو روزن صبح در کوچه باغ مستی باران صبح دم را بر شاخه عقاقی آینه خدا کن، آینه خدا کن. مستان نیم شب را رندان تشنه لب را بار دگر به فریاد به فریاد به فریاد در کوچه ها صدا کن. بیداری زمان را با من بخوان به فریاد، با من بخوان به فریاد. ور مرد خواب خفتی رو سر بنه به بالی، تنها مرا رها کن، تنها مرا رها کن، تنها مرا رها کن. صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شط شب رها کن. آشنایی من با حمید متبسم برمیگرده به سالها قبل که زمانی که کانون چاوش تشکیل شد بعد از انقلاب. من اونجا خودم نوجوان بودم، اون موقع 16-17 سالم بود که با عضویت کانون چاوش در اومدم. حمید متبسم اونم سنی نداشت، اون موقع جوان بود، یه چند سالی از من بزرگتر بود البته، ولی می اومدن تمرین میکردن اونجا و خیلی علاقمند بودن. از همون موقع اینا شب و روز تو کانون بودن و به همراه ارشد طهماسبی که ارداتاشون تار میزدن تمرین میکردن و من گاگای میرفتم پیششون، مثلا می اومدیم با هم دیگه قطعاتی رو اجرا میکردیم و بعدن که کارهای گروهی که انجام میدادیم، کارهایی که اون موقع با پرویز مشکاتیان و محمد رضا لطفی، حسین علیزاده کارهای گروهی انجام میدادیم، هفته 3 روز تمرین داشتیم. اونجا به هر حال آشنایی ما با حمید متبسم از اونجا شروع شد و کارهای زیادی انجام دادیم، چه کارهایی که توی استودیو بود، چه کارهایی که توی زمینه اجرای کنسرت بود. بعدها که کانون چاوش به هر حال به نحوی تعطیل شد،
من خودم به همراه گروه عارف با پرویز مشکاتیان به هر حال کارهای انجام دادیم که حمید متبسم هم چند تا از این کارها با ما بود. بعد گروه دستان تشکیل شد که حمید متبسم اول با چند تا از بچه‌های که توی خارج از کشور بودند، از جمله آقای مرتضی عیان و کیهان کلهر و چند تا دیگه از بچه‌ها، حسین بیروزینی، اینا گروه دستان رو تشکیل دادن که بعد از یه دوره که اونا کار کردن که منم بهشون ملحق شدم و چند تا کار در اروپا و آمریکا و ایران هم کنسرت دادیم باشون. به هر حال من کارهای حمید متبسم رو خیلی دوست داشتم. خیلی آدم فعال و اکتیوی بود، خیلی عاشق کارش بود، واقعا عاشق. الانش هم هست، انشالله که پایدار باشه. همیشه منظم و خیلی پارتیتورایی که می نوشت واقعا تمیز و همیشه کارش خیلی منظم بود. بعضی موقع ما بهش میگفتیم ما رو یاد گروه استاد پایور میندازی که استاد پایور چون خیلی آدم منظمی بوده و کارش خیلی دقیق بود. اگر مثلا توی برنامه ریزیایی که میکرد خیلی منظم بود و کاراش هم از لحاظ تنظیمی به نظر من برای موسیقی ایرانی خیلی تنظیمای خیلی جا افتاده و قشنگی انجام میداد که کاراشو که اکثرا شنیدن بچه‌ها و کاراشو اکثرا شنیدین. حمید جان متبسم که از خیلی نوجوانی من میشناسمش و البته سپاسگزارم ازش که حداقل این وفاداری داره که اگر هر وقت بیوگرافیشو می‌نویسه میگه که دورانی هم با من زندگی رو گذرونده و با موسیقی. من از دوران خیلی جوانی میشناسمش، تفاوت داشت با همه، کوشا بود و کار میکرد و شوق داشت، همین چیزی که هنوزم داره و نشون داد که میتونه در زمینه موسیقی ایرانی خلاق باشه. خب یکی از شاگردان بسیار خوب استاد ظریف بوده، ایشون دوره‌های دیگه هم کار کرده در چاوش و جاهای دیگه هم جز فعالین خیلی خوبه. من خیلی همیشه روش حساب میکردم. دوره‌ای که من ایران نبودم اون موقع مثلا خب خیلی دلتنگ بودم، قطعاتی که می‌نوشتم مطمئن بودم که حمید میتونه اینا رو دنبال کنه و اجرا در بیاره، حتی ارکستر رو جمع کنه. اون موقع مثلا قطعاتی نوشتم که با سازای فقط ایرانی نبود و این کار رو کرد با وفاداری تمام و خیلی خیلی خوشحالم که حتی در محیط نبودنش، در این که فعالیت نداشته باشه یا کار نکنه، اصلا تأثیر نداشته، همچنان فعاله و جزو افتخارات نسل بعد از ماست. حالا با یک کمی فاصله دیگه. به هر صورت از همکارها و رفیق و دوست خیلی خوبیه که من به وجودش افتخار میکنم و همون اتفاقی که در همه، یعنی وصفی که از همه دوستان کردم، هر کدوم در جا و رشته خودشون، حمید متبسم یک اسم جوانه، همیشه یه اسم فعاله و باز هم این انتخابی که در سال نوا شده به نظر من انتخاب خیلی خیلی درخشان و خوب بوده، چون که میشد که فکر کرد که حالا مثلا فکر کنیم حالا نیست. میدونید ممکنه راجع به بعضی کسا اینجوری باشه که چون در محیط نیستن میگن خب حالا چه کار میکنه، حالا هست مثلا، ولی حمید متبسم انگار که همیشه ایرانه، چون داره کار میکنه و رابطه خیلی عمیقی با ایران داره و خب حالا دور از ایرانه ولی ذهنش و قلبش با ایرانه. من خیلی خوشحالم از این انتخابی که یا از این شایستگی که قطعا حمید متبسم داشته و جزو افتخارات سال نوا بوده که ایشون انتخاب کنه. کارهایی که آثار حمید متبسم که من توش کار کردم خیلی ها بودن، الان اسماشون حضور ذهن ندارم که چیا بودن، ولی آخرین کارش که همین کاری که برای بچه ها انجام دادن که من همکاری کردم باشون و چند تا کار رو آقای ناظری خوندن، یه چند تا کار آقای ایرج بستامی روحشون شاد باشه ایشون خوندن و الان گفتم اسم کارا رو یادم نیست ولی
کارهای با ارزشی بودن همشون که در زمینه موسیقی ایرانی. من اسمش رو میذارم موسیقی ملی، حالا نمیشه گفت مثلا موسیقی سنتی، چون کار حمید متبسم واقعا فقط موسیقی سنتی نبود، بیشتر تنظیم شده و کارهایی که ملی بود کار میکرد. حمید متبسم هم در زمینه آهنگسازی به نظر من فعالیت خوبی داشت و خیلی دغدغه فکریش بود که همیشه یک کارهای تنظیم شده و خوبی انجام بده. در زمینه نوازندگی هم گفتم همیشه این ساز دستش بود، همیشه تمرین میکرد و نوازنده خیلی خوبی بود، مخصوصا تو استودیو. اون موقع من یادمه که همش از حمید استفاده میکردن که برای کارهای استودیویی، از جمله خود آقای درویشی، آقای علیزاده و دیگر آهنگسازان که کار میکردن سعی میکردن و هوشنگ، ارسلان، همه توی مثلا موسیقی مادر که ارسلان کار کرده حمید متبسم ساز زده و خیلی کارهای دیگه. نوازنده پرقدرتی بود، نوازنده خوش استیلی بود. حالا چرا من از فعل بود استفاده میکنم؟ هست، نوازنده خیلی خوبی هست. اینکه به هر حال اون موقع خیلی کار با ارزشی انجام دادن. نمیدونم که گفتن سابقه دوستی یک نفر که کارش بیشتر موسیقی شناسیه با یک موسیقیدانی که کارش خلق موسیقیه چقدر به درد جامعه میخوره و اصلا به درد چه کسی میخوره. من متاسفانه با جناب حمید متبسم آشنایی خیلی اندکی دارم، یعنی سالیان خیلی خیلی کمیه که ایشون رو کمی از نزدیک اون قدری که معاشرت با یک آدمی که خارج از ایران زندگی میکنه میتونه دست بده آشنا هستم. این آشنایی برمیگرده به چیزی نزدیک 7 سال پیش و میتونم بگم که در نشست و برخاستایی که داشتیم دوستان مشترک و افرادی که بین ما نزدیک بودن این رو ممکن کردن، ولی حقیقتاً از آشنایی با یه همچین انسانی شخصاً به خودم میبالم و مفتخرم. خب متاسفانه توی ایران کسایی که عاشق موسیقی هستن و همش دغدغه فکریشون موسیقیه و تنظیمای کاراشونه و عرضه خوب موسیقی هست، هیچ وقت در فکر این نیستن که مثلا حالا بیان خودی نشون بدن یا بخوان مثلا تبلیغی بکنن برای کار خودشون. حمید متبسم همین جوری، حمید متبسم بیشتر سرش تو کار خودشه و دوست داره اون موسیقی که دوست داره رو تولید کنه. خیلی شاید راههایی رو که بخواد خودش رو بشناسونه یا تبلیغ کنه برای خودش رو بلد نیست، مثل همه ماها. بخش بزرگیش موزیسین کار خودش رو میکنه. موزیسین ما هممون کارهای خودمون رو انجام دادیم، چه در زمینه نوشتاری، چه در زمینه آهنگسازی، چه در زمینه سازی، ولی اون کسی که باید معرفی بکنه ضعیف بوده در اینجا. یعنی کسایی مثلا ارگان‌هایی یا حتی شرکت‌هایی که هستن که شرکت‌های هنری هستن، حال اسم خودشون رو گذاشتن شرکت هنری، ولی اینا بیشتر دنبال مادیات هستن، دنبال این نیستن که بخوان حالا اگه یک نفر استعدادی داره یا کار خوبی انجام داده بیان اینو حمایت کنن. ایشون دوست و همکار من هستن، یعنی اول دوست بعد همکار. به نظر من توی موسیقی، مخصوصا موسیقی مشرق زمین، اگر اون رابطه عاطفی و رابطه دوستی نباشه یه مقدار سخت میشه کار کردن، کنار هم دیگه کار کردن. اینه که من همیشه سعی کردم که با موزیسین هایی که باشون کار میکنم دوستشون داشته باشم. من اون موقع مثلا سالها پیش که روحشون شاد پرویز مشکاتیان، استاد پرویز مشکاتیان که باشون کار میکردم، واقعا یه رابطه دوستی داشتیم با هم دیگه. شاید اون زمانی که من هنوز مجرد بودم، شاید هفته 3 شب 4 شب من با
با اینا بودیم، یعنی با پرویز مشکاتیان، حمید متبسم و بچه‌های دیگه که تو گروه عارف کار میکردن و با هم دیگه همکار بودیم. حتی گروه دستان، ما مثلا گروه دستان که اومدن که تو ایران کنسرت بدن، شاید مثلا اگه یک هفته 10 روز اینجا بودن 4 شبش با هم بود، 4-5 شبش خانوادگی با هم بودیم. اینه که رابطه دوستی و اون عاطفی با هم دیگه داشتیم، ولی خب در کنارش هم در کار موسیقیمون جدی بودیم. مسلماً در رابطه با یا درباره یک زندگی هنری حداقل 50 ساله در یک نشست ویدئویی نمیشه صحبت کرد. بنابراین پرداختن به این زندگی هنری جاش در اینجا نیست و از توسط یک نفر هم مسلماً ممکن نیست، به خصوص توسط من. ولی من سعی میکنم که در این گفتار بتونم یک پرسپکتیوی رو ارائه بدم که بتونیم حمید متبسم رو تو اون تا حدی بهتر بشناسیم. به نظر من حمید متبسم و فعالیت هنریشو مسلماً اینجا منظورمه موقعی بهتر میشناسیم که اون رو در امتداد 2 تبار هم خانواده اما متفاوت بسنجیم یا نگاه کنیم. یکی اون مسیری که میتونیم ازش با عنوان مکتب وزیری و شاید حالا وزیری و مثلا خالقی یاد کنیم، و دیگری اون چیزی که میتونیم با عنوان مکتب صبا و بعد در تداومش پایور، استاد فرامرز پایور نام ببریم. این دوتا به هم دیگه نزدیکن، حتی دومی از اولی متأثره، یعنی مکتب صبا متأثر از مکتب وزیریه، ولی کاملا همخوانی یا همپوشانی ندارن و در یک جاهای مهمی با هم دیگه فرق میکنن. ممکنه این داوری من در همین وهله اول کمی نامتعارف به نظر بیاد. شاید این ایده بیشتر مرسوم باشه که حمید متبسم رو در تداوم چاوش مطالعه کنن و یا ببینن و اونو موسیقیدانی از تبار چاوش بدونن. من با چنین دیدگاهی در اینجا متفاوتم که به نظرم خود چاوش در ایده های موسیقایی یک حرکت اصیل نبود. به چه معنی اصیل؟ یعنی اینکه یک حرکت موسیقایی کاملا تازه و از خیش بیرون آمده و بر روی پاهای خود ایستاده و برای آینده موسیقی حرفهای خاص خودش رو تبیین کرده نبود. چاوش جنبش یا گروه بسیار تاثیرگذاری بود که مهمترین قسمت تاثیرش رو و اصیلترین ایده هاش رو در شکل اجتماعی، تعامل اجتماعی موسیقی داشت. در واقع یک با همستانی بود در جهت اینکه جامعه موسیقی برای تعامل با جامعه روی پاهای خودش بایسته و به یک نهاد دولتی و یا یک بودجه عمومی دولتی هم از رادیو و جاهای مثل اون که در سابقه و خاطره داشت مثل مرکز حفظ اشاعه وابسته نباشه. اما در ایده های موسیقایی چاوش خودش روی دوش فعالیت های گروه سازهای ملی فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور ایستاده بود و همچنین خود این گروه سازهای ملی دوشا دوش فعالیت هایی که در رادیو صورت می گرفت، در موسیقی گلها، در ارکستر گلها، در واقع بر دوش زحماتی نشسته بود که صبا و شاگردان وزیری کشیده بودند. پایه گذاشتن یک مدرسه و مکتب موسیقی
که توی اون میتونیم خیلی مناقشه داشته باشیم و خیلی خیلی بحثا داشته باشیم. اما اگه بخوایم فشرده‌اش کنیم در جهتی که بتونیم کار حمید متبسم رو توضیح بدیم، میتونیم بگیم که مکتب وزیری با پیراستن، باز اینو تکرار میکنم، با پیراستن گرایشات غرب محوری که واضحاً داشت و تبلیغش رو هم خیلی وقتا به خصوص در ابتدای مسیر میکرد، مکتب وزیری به دنبال این بود که یک شکلی از موسیقیدان رو پرورش بده که در نتیجه اون پرورش دستهای موسیقیدان تابع فکر موسیقاییش باشه و نه فکر موسیقاییش عادت زده دستهاش و یا تابع دستهاش. یعنی از پیش اندیشیدگی رو در موسیقی ایرانی مطرح کنه و توقع داشته باشه که اول موسیقی رو تکلیفش رو روشن کنن و بعد حالا اینو به دستهایی بسپارن که صلاحیت اجراش رو داره. باز اینجا لازمه تاکید کنم که مسلماً در خیلی از این مباحث میشه مناقشاتی وارد کرد. من اینجا دارم اینا رو فشرده میکنم و در واقع یک مخرج مشترکی میگیرم که اون مخرج مشترک هستش که در نیمه قرن گذشته، قرن 14، یعنی حدود سالهای 1350 به فردی هم نسل حمید متبسم در هنرستان موسیقی یا دانشسرای عالی هنر میرسه. خب بنابراین یک جریان هست که میخواد تعلیم و تربیتی رو بنا کنه که موسیقیدان ایرانی حالا بنشینه و خودش موسیقیش رو طراحی کنه و یک موسیقی تازه‌ای طراحی کنه و این رو برای اجرا به نوازنده بسپاره یا خودش اجرا کنه. در کنار این سبایی هست که درسته که متأثر از همین ایده است، اما تمرکز بیشتری داره روی موسیقی ایران، روی کارگان ها، وسواس داره در جمع‌آوری ایده ها، در گردآوری ها و بر روی خود نوازندگی هم تمرکز ویژه داره، چه در ساز ویولون که یک مکتبی رو پایه‌گذاری میکنه و چه در سنتور یا تنبک و حتی ستار به صورت تدریس. البته در مورد ستار تدریسش خیلی سبا محدود بوده به دلایلی. خب این مکتب سبا رو یکی از با صلاحیت ترین شاگردانش فرامرز پایور حقیقتاً همت گمارد و تعمیم داد و تعمیق و توی این مسیر این پایور رو میبینیم از شاگردان سبا که مانند خود سبا به گردآوری اون چه که از گذشته بوده همت میگماره و از طرفی مانند باز خود سبا و حتی خیلی وسیع‌تر در واقع باز و گشوده هستش به ایده های جدید، به موسیقی و قالب های جدید موسیقایی برای موقعیت های جدیدی که جامعه در واقع باهاش روبرو میشه. خب فرامرز پایور یک گروهی رو به اسم گروه سازهای ملی فرهنگ و هنر سرپرستی میکنه و سالیان سال منظم و مرتب این کار رو جلو میبره. حمید متبسم به زعم من وامدار این دو جریانه. همونطور که تاکید کردم خود چاوش اینطور بود. حمید متبسم به نسلی تعلق داره که آموزش‌های هنرستان موسیقی ملی در اون تقریبا تثبیت شده دیگه و بعد فضاهای جدیدی برای آموزش عالی و پس از هنرستان در دانشگاه ها داره مطرح میشه. دانشگاه تهران، دانشسرای عالی. و حالا شما یک شخصیت جدی، یک شخصیت پیگیر، یک شخصیت
شدیداً و عمیقاً منضبط و عاشق موسیقی رو تصور کنید که در این لحظه وارد هنرستان موسیقی ملی میشه و این مسیر آموزشی رو طی میکنه. از طرف دیگه میبینیم که در کار حمید متبسم تفاوتی هست با اون چیزی که در کار پایور و صبا بود و وزیری. خب اون چیزی که از وزیری به حمید متبسم میرسه همون فشرده و اون مخرج مشترکیه که در ابتدای صحبتم گفتم، یعنی از پیش اندیشیدگی، تمرکز بر تبعیت دست از فکر موسیقایی و نه برعکس تا اون جایی که ممکنه. به نظر من حمید متبسم در این مسئله تا حد زیادی هم حتی وسواس داره. تفاوتش با صبا و پایور چیه؟ تفاوتش اینه که سراغ کارگانهای گذشته خیلی نمیخواد بره، دنبال گردآوری نیستش، مسئلهش گردآوری نیست، مسئلهش ساختنه و برخورد کردن با موقعیت‌های جدید و برای موقعیت‌های جدید موسیقایی راه حل‌های موسیقایی خاص خودش رو در چارچوب موسیقی ملی، عمدن از این لفظ استفاده می‌کنم، پیدا کردن و این کار رو به نحو بسیار 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 جدی و منضبطی پیگیری کردن. خب حالا همین تصویر رو داشته باشیم، می‌بینیم که این شخصیت میرسه به انقلاب 57. در واقع زندگی مستقل هنری حمید متبسم تماما در زمینه موسیقی متعلق به پس از انقلاب 57. خب حالا اگه اون محیط منجر شده به انقلاب 57، اون محیط فکری منجر شده به انقلاب 57 رو بذاریم در کنار محیطی که خود انقلاب 57 در جامعه به وجود میاره، شوریدگی، به هم زدن تمام نظم‌ها، وارونه کردن همه چیز، جا به جا کردن، پایبند نبودن دیگه به معیارهایی که از پیش بود، زیر پا گذاشتن بسیاری از خط قرمزها، جایگزین کردن خط قرمزهای جدید و ترویج نوعی رومانتیسیسمی که هم خودشو در موسیقی نشون میداد، هم خودشو در نقاشی نشون میداد، هم در حرکات اجتماعی، تحرکات اجتماعی و تظاهرات و از با شنیدن یک خبر برآمدن و برآشفتن و غیره بذاریم. خب میبینیم که به نظر میاد که برای یه همچین شخصیت موسیقایی و یه همچین فکری محیط بلافاصله تنگ میشه. همونطور که برای فرامرز پایور تنگ شد، همونطور که برای نوازندگان گروه سازهای ملی تنگ شد، همونطور که برای تمام اون موسیقیدانان و هنرمندانی که در شاخه‌های مختلف شکلی از دیسیپلین هنری رو سالیان سال آجر روی آجر گذاشته بودن، محیط تنگ میشه. بنابراین خیلی دور از انتظار نیست که در 1365 حمید متبسم ایران رو ترک کنه. من البته هیچ ایده‌ای ندارم که ایشون برای چی از ایران رفته. من از طریق تبارشناسی موسیقایی و آموزشی دارم به این مسئله نگاه میکنم و با خودم سوال میکنم که اگر ایشون میموند چقدر میتونست همین ایده ها رو ببره جلو و اونها که موندند آیا تونستند چون این ایده هایی رو جایگزین کنن و چون این نظم و ترتیبی که بود و چون این استمرار و پیوستگی که مثلا گروه فرهنگ و هنر داشت رو دوباره ادامه بدن. میبینم چاوش نپایید، میبینم که هنرمندان چاوش متفرق شدند، میبینم که چاوش از نظر موسیقایی استوار بود روی چند استعداد درخشان که یکیشون رفت، یکیشون زود خاموش شد، یکی دیگرشون به شکل‌های مختلف برای ادامه فعالیت هنریش دست زد و بنابراین فکر می‌کنم که شاید
اون مهاجرتی که الان دیگه یه چیزی نزدیک 40 سال داره میشه در مورد حمید متبسم، شاید تصمیم به جایی بوده برای اون. به کارهاش که نگاه کنیم میبینیم که این مهاجرت هیچ وقفه‌ای در کارش ایجاد نکرده. تعاملش رو با جامعه کشور خودش تونسته حفظ کنه و از اون مهمتر چرخه حیات هنری خودش رو با آموزش در اروپا حفظ کرده. بنابراین این مسئله منو بیشتر به این میرسونه که با یک موسیقیدانی طرفیم که بسیار جدیه، بسیار منضبطه و براش موسیقی یک چیزی از جنس مقوله فکر کردن و طراحی کردن و بعد تلاش کردن برای پیاده سازی اون طراحی و اون ایده. در تبیینی که من دارم میکنم مطلقاً داوری هنری وجود نداره. هیچ بحثی ندارم در مورد این که کدام اثر حمید متبسم شاهکاره یا نیست، یا بده یا خوبه یا نه. اون چه که من سعی میکنم مقابل چشمان شما قرار بدم از طریق این گفتار اینه که به یک موسیقیدان نگاه کنیم که چطوری علی رغم یک شرایطی خودشو به یک تباری متصل نگه میداره و در واقع وقتی موقعیت به هم میریزه برای اون ادامه دادن اون خط، حالا با جابجایی جغرافیایی همچنان اونو ادامه میده. بنابراین حمید متبسم رو وقتی که از نظر موسیقایی به این شکل نگاه میکنم، حالا بهتر میفهمم که چرا در پی اینه که شعر نو رو تفسیر کنه، چرا میخواد با موسیقی لحظه هایی که در ادبیات منعکس شده رو میکوشه که اون لحظه ها رو به شکلی موسیقایی بیان کنه، چرا دنبال بیانگری در موسیقیه، چرا ونوشه رو میسازه، چرا بامداد رو میسازه، چرا شکل‌های دیگر رو تجربه میکنه. من رد پای اینها رو در وزیری میبینم، در صبا میبینم، در پایور میبینم و بسیار به شکل بسیار روشنی فاصله گذاری میبینم بین خودش و اون چیزی که بهش میگیم سلیقه موسیقایی چاوش. اون مطمئنه که من واقعیت میگم، یعنی نمیخوام خیلی چه میگن غلو بکنم که مثلا یک کارشو یا شخصیتشو یا اینکه مثلا بخوام ضربه‌ای خدای نکرده بهش بزنم. اینه که من واقعیت رو میگم، یعنی من باش دوست بودم و کارش رو همیشه دوست داشتم. حتی یه دفعه من یادمه، حالا یه خاطره‌ای بگم، توی آلمان بودیم، اروپا بودیم، یه مسئله روحی برامون پیش اومد که حمید خیلی به هم ریخت، خیلی ناراحت شد و خیلی به هم ریخته بود که من رفتم بهش گفتم که تو از چی ناراحتی؟ گفت حالا بگذاریم. گفتم ببین تو خوشحال باش، تو دنبال عشقتی، دنبال اگه دلهره‌ای داری، حتی اگه یک چیزی به من گفتی که مثلا من بهم برخورده، اون چیز به خاطر خودم بوده. حالا اون لحظه ممکنه من ناراحت شده باشم ولی اون به خاطر خودم بوده، چون یه آدم عاشقی، یه آدمی هستی به قول معروف میگه توپ هم نمیتونه تکونت بده. ببین من همینقدر که الان حمید متبسم تا اینجاییم که این کارا رو هم انجام داده، به نظر من شاهکار کرده، چون بدون اینکه کسی حمایتش بکنه، بدون اینکه کسی که جایگاهش بدونه، بدون اینکه حقوقی گرفته باشه، نمیدونم به لحاظ مالی بهش برسن، به لحاظ چه میدونم شخصیتی یا مثلا حمایت روحی عاطفیش بکنن، داره کار میکنه، تا همین قدم به نظر من کار خودشو کرده. ولی اینکه توقع من چیه، من دوست دارم، حالا توقع ندارم ولی دوست دارم باز حمید متبسم رو ببینم، کاراشو بشنوم و همیشه
در اوج باشه. در این که چه تأثیری حمید متبسم بر جامعه مخاطبان ایرانی داخل کشور و یا هنرمندان داشته، من سعی کردم که وارد این موضوع نشم، نه به دلایل این که حمید متبسم آدم تاثیرگذاری نبوده، بلکه به نظر من سنجش هر گونه تاثیرگذاری در افق 40 و چند ساله پس از انقلاب 57 مستلزم تبیین شرایط کلیه که بر ما حاکمه و کالبد شکافی این شرایط. ما در شرایطی نیستیم که بتونیم راجع به تاثیرگذاری یک هنرمند به شکل صرفاً هنری و خیلی راحت با سنجش معیارهای متعارف صحبت بکنیم. ما در شرایط عادی نیستیم و اگر که چشممون رو به عدم عادیت این شرایط ببندیم، به نظر من داریم به خودمون دروغ میگیم و داریم حقیقت رو وارونه مینماییم. منظورم چیه؟ منظورم اینه که ما با یک جامعه‌ای طرف هستیم که در طول این 40 خورده سال، یعنی یه چیزی نزدیک 46-7 سال، مدام در شکلی از اضطراب بوده، مدام الگوهای اجتماعی خودش رو در پیشگاهش قربانی کردن و اونا رو از دست داده به شکل‌های مختلف. منظورم حتما عمل فیزیکی قربانی کردن نیست و در واقع با جامعه طرفیم که رول مدل های اجتماعی خودش رو از دست داده. در یه همچین شرایطی شما جامعه میبینید که هر روز میتونه تحت تاثیر یک چیزی باشه. یک روز اصطلاحات یک برنامه طنز تلویزیونی که آخر شب مثلا پخش میشه در رادیو تلویزیون سراسری، ظرف یک هفته 2 هفته تو دهن همه میفته. یک روز دیگه میبینید که هجوم میبره برای اینکه خونه در ترکیه بخره. یک روز میبینید که میره سریال های فارسیوان رو نگاه میکنه، تلویزیون جم رو نگاه میکنه، یه موقعی صف میبنده برای فیلم مهرجویی. در یه لحظه از ما با یک همچین شرایطی روبرو هستیم. بنابراین صحبت از هر شکل از تاثیرگذاری به نظر من بدون تبیین این که ما با چه جامعه‌ای طرفیم، به نظر من غلطه. مسلماً من دیدگاه خودمو دارم، ولی فکر میکنم که شما براتون جالب نباشه که من در این مورد بیشتر توضیح بدم. اجازه بدید برای ادای احترام سالنوا به سالها تلاش بیوقفه استاد حمید متبسم دعوت کنم از جناب آقای ارسلان کامکار تشریف بیارن روی استیج. جناب آقای کیخسرو پورناظری تشریف بیارید روی استیج، خواهش میکنم. سرکار خانم سوسن اصلانی، سرکار خانم سوسن اصلانی، تشویق بفرمایید، خواهش میکنم. خوش آمدین. خیلی متشکرم. و اما تندیس 7مین سالنوای موسیقی ایران با احترام تقدیم می شود به حمید متبسم. به نمایندگی از ایشون دعوت میکنم از استاد ارشد طهماسبی که تشریف بیارن روی استیج.
خیلی متشکرم. آقای طماسبی اگر سخنی دارید اونجا پای اون میکروفون. متشکرم. بله حتما. درود بر شما. خودش به من تکلیف کرده که صحبت کنم و اگر حمید جان ما رو میبینی خیلی مخلص هستیم. خب طبیعتا هممون میدونیم که بین مردم عادی و ناماشنایان در هر عرصه یک تفاوت هست. خیلی ها امثال حمید متبسم رو میشناسن، هزاران نفر، اما هیچ وقت در حقیقت نه باش دمخور بودن، نه از شخصیت خصوصیش خبری دارن، نه میدونن چطوری زندگی کرده. با آثارش آشنا هستن. من این افتخار داشتم که طی 40 چند سال دوستی هم با آثارش آشنا باشم، هم شخصیتش رو بشناسم و هم بدانم که میخوام صحبتم رو کوتاه کنم. خیلی یادداشت کرده بودم برید چون مجلس کمی طولانی شد کوتاه میگم. و دیدم که حمید متبسم کمی متفاوت از دیگر هنرمندان زندگی میکنه. در زندگی شخصیش کار میکنه، تو خونه فعالیت داره، صبح که پا میشه جارو برقی دستش میگیره، دستمال آشپزخونه دستشه. فیس و افاده های هنرمندانه رو توی زندگی شخصیش من در زندگی حمید متبسم ندیدم و از این لحاظ اون رو خیلی دوست دارم. خب اشاره کردم به اینکه دستمال دستش میگیره و جارو برقی دستش میگیره و از اینجور فعالیت ها داره، غیر از صدها و هزاران آهنگی که ساخته و خیلی هاشو من میدونم هنوز اجرا نشده و در کشو نگهداری شده و خیلی هاش هم همه شنیدیم. یه کمی اهل تلافی هستم اما صبوری زیادی هم دارم. بعضی حرفها رو بعد از 20 سال پاسخ میدم. بذارین برای اینکه یه کمی تفریح کنید یک خاطره‌ای براتون نقل کنم. 20 سال پیش با محسن کرامتی کنسرتی داشتیم با حمید. ما به آلمان رفته بودیم. او برای اینکه ما راحت باشیم خانواده‌اش رو فرستاده بود ایران که خونه خلوت باشه، راحت با هم دیگه اون ایام رو سپری کنیم. من همیشه عادت داشتم بعد از نهار چرتی بزنم. محسن و حمید نمیخوابیدن، اهل تماشای فوتبال بوندسلیگا بودن. من چرت بعد از ظهرمو داشتم میزدم، اینا هم فوتبال نگاه میکردن. هنوز بیدار بودم. برگشت به محسن گفت این که همش خوابه، به یکی پول میده کتاباشو براش بنویسن. حالا من میگم که حمید متبسم، من که دیدم تو همیشه جارو میکنی، خونه رو تمیزکاری میکنی، آشپزی میکنی، این همه آهنگ، حتما پول میدی یکی آهنگا رو برات بنویسه. به افتخارشون. و این جایزه پروپیمون هم فکر نمی کنم تحویلت بدم، برای خودم برش میدادم. بسیار عالی، خیلی متشکرم.